مقام‌های گینس اینجا هستند. رکوردی قرار است ثبت شود. تبریک برای کوتاه قدترین انسان زنده. 54 و 6 دهم سانتی متر. نامش چاندرا بهادر دانگی است. 72 ساله، اهل نپال. دانگی رکورد دیگری هم زد. کوتاه قدترین آدمی که در تاریخ 57 ساله کتاب رکوردهای گینس ثبت شده. 5 برادر دیگرش اما به کوتاه قدی او نیستند. دانگی گفته خیلی خوشحال است و می‌خواهد دور نپال و دور دنیا را بگردد. حالا او را سر دست می‌برند. دانگی به خاطر جثه‌اش هرگز بیرون کار نکرده. همیشه به عنوان مرد خانه‌داری می‌کرده. برنج و سبزی و گوشت می‌خورد اما در حد و اندازه‌های هیکلش. می‌گوید آرزوهایی دارد. دوست دارد نخست وزیر نپال را ببیند. هرچند گفته مایل نیست ازدواج کند و بچه دار شود. دنیای عجیبی است. زندگی هر کسی گویا پستی و بلندی های خودش را دارد. مهرزاد کوهنروز، BBC.